بعضی اشخاص دیگه از مورفتگی اینا باز خیلی رنج میبرن، شاید به شما خیلی مراجعه کنن. مورفتگی خیلی میام پیش ما، خدای باز من از امیت از گیاهی جور میکنم میدونم برای اینا خیلی رزیم. من خود مثلا اولا سر از جیغا خود جور میکردم بگیرم، سر از اینار که تیار میکردم برای من مثلا یک 50 تمنی تک تمنی میدادم. مدل‌ها دیگه حالا کلا حالا کلاسیک میزنم، بیشتر جوونا کلاسیک میزنم، چتری مدل دیگه حالا باز زروگوشی بود شده. نسبت به زمان سابق چقدر تغییرات آمده به کانال دیگه تغییرات 100% بیامده. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دارم خدمت یک شما خوبان و عزیزان دل که باز هم ما را بیننده هستید. امید است در هر کجایی که هستید خوب و خوش و آرام باشید. دوستای عزیز، شبای عید آمده مارشگاه فرشید جان یک تصویر یک برنامه که خود خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. پیشا پیش عید برای شما از صمیم قلب تبریک میگم. عید سعید قربانه. با ما باشید. سلام. چی حال داری؟ خوب سلامت باشین. زنده باشین. خوش باشین. سلامت باشین. زنده باشین. تو سلامت باشین. خوب و خوش ان شاء الله. خدا رو شکر میگذره. برای شما عید پیش تبریک میگم ان شاء الله که عید خوب و خوش باشین. همچنین. این روزا دیگه ان شاء الله برو فروف دیگه سر شما خوب شلوغ. خدا بیخی دیگه همین از صبح بیروار بود دیگه. برای فردا دیگه باز بیخی همین هم استادم دیگه. به خیر باشه. به خیر. خب دوستان و بیننده های عزیز، دیگه لحظه به لحظه شروع میشه بارش کردن مو که زحمت دارم فرشید جان میکشن. فرشید جان عزیز خوب خاطره هم دیگه زیاد داریم شما دیگه. خاطره که هر چی بگیم دیگه بازم کم گفتیم. خاطره زیاده ولی کم تکنیک اول هم خیلی استفاده میشه، خیلی کم استفاده میکنم، خیلی کم. مشکلی یه نفر بخوره جای ما اصلا خراب دیگه راست اصلا نباید قانونی تق بخوره چون کم مشکل داره دیگه. نسبت به زمان سابق چقدر تغییرات آمده به کانال دیگه تغییرات 100% بیامده دیگه. هر چیزی با پیشرفت به اون موقعی بود دیگه. حالا خدای خوب شده، عالی شده. مکان در میزنم بخشش باشه دیگه. آزاد باید آزادم بالاخره که داری بزنه. خب به چقدر وقت شاگرد استعداد داشته باشه هنر آرایشگری یاد میگیره؟ دیگه شاگرد دیگه هر چقدر که بازم کار کنه بازم آرایشگری بازم کمه. به کنار از اینکه به آرایشگاه بیشتر مراجعه کنم برای آموزش، یعنی کورس چیزی هم هست دیگه ما خود آموزش میدیم دیگه. فعلا من همینجا خیلی آموزش میدم، میام پیش من باز دیگه آرایشگاه ری میکنم همینجا. اگه کسی بره پیش اینا باز اونو ری میکنم، پیش من ری میکنم. چون ما خیلی دیگه فایدیم، هم زحمت میکشیم، مشتری هم زیاد داریم، زودی طرف یاد میگیره برای یاد میدیم کاره. خب کار خوب باشه، تایید باشه، مشتری جلب دیگه خدا رو شکر همین کار انجام میدیم برای مشتری که بفهمیدیم. هر کدوم اینا که میایم باز میرم 200 تا رفیقا خودم میارم دیگه. خوبه خدا رو شکر کار ما خوبه چون به همه کار ما معلومه. بله ها. چند مدل فعلا موجود است که مدل زیاد شده؟ مدل ها دیگه حالا کلا حالا کلاسیک میزنم، بیشتر جوونا کلاسیک میزنم، چتری مدل دیگه حالا باز زروگوشی بود شده. چون جوونا بیشتر از حساب زروگوشی جور میکنم، نوکدار دیگه همه نوک داره مواینا خیلی مقبول هم میشه دیگه. با بعضی کلاسیک خوش دارم که کلا موخور دور تا دور سفید میکنن یا پیرار سفید میکنن، بالاخره خوبه. قبلا ماشینا دستی بود نه؟ قبلا دیگه ماشینا دستی بود دیگه. من خیلی کم یاد میدم اون ماشینا دستی بفهمیدین. بله اول یاد میدم اون که جور میکردم. بله به قیچی ما خود موال بیشتر به قیچی کار میکنم، زیاد به ماشین کار نمیکنم. قیچی دیگه همون که بفهمیدین خوب نور طبیعی میاره، کلا نور بفهمیدین از این رو به زیر میکنه.
تایم که شروع میشه از دومادا دیگه کدوم وقت سال بیشتر؟ تایم دیگه نزدیکا عید مثلا ما روزه که هسته یک 15 روز 20 روز که میمونه به روزه دومادا زیاد میشه دیگه. حالی ما روزانه که 2 تا 3 تا دوماد داره میایه. این تو وقت هم شده که مشتری ناراض باشه از پیش شاگرد خراب شده باشه و پس شما مشکل ای به کار گرفتید؟ بوده مثلا ناراض شده سری برفتم جور کردم و پس رزی کردم دیگه از معذرت خیلی چیزی هم بکردیم دیگه شاگرد میشه دیگه موه. اتفاق میفته. پیش کی کار کردن خوشی جان چقدر وقت؟ من تهران کار کردم، خود ترکا کار کردم. ما که بودیم چی خود ترکا کار میکردیم دیگه تقریبا 20 سال پیش. ما به تهران کار میکردم، تهران سر بفهمیدیم. آرایشگاه هم یارشیق مرند بود. یارشیق مرند خیلی دیگه اون چی آموزشگاه داشتم و آرایشگاه داشتم. من دیگه خودم استادا میشه دوستان بودم. بعد از اون چیز دیگه که یاد میگیرید یک دیپلمی هم برای تو میدم، یک مدرک هم میدم دیگه. ما فعلا نرسیدیم ولی باز ما این کارو بکنیم که به شاگردها اینا بلکه بتونیم بفهمیم یک کاری بکنیم که برای اینا قرار کاری که یاد میگیرم دیپلم هم بدیم. مدرک اصلا خوبه ها دیگه، یک تصدیق نمیشه بالاخره. بله یادم آموزش این اولا برش مکای مشکل بوده باشه کار دیگه. اولا دیگه طبیعیه دیگه چیزی هست که بله حالا که هست بفهمیدیم من 5 دقیقه دیگه مرجور میکنم. بیشتر خود شما علاقه من بودیم که اونا رو آرایشگری یاد بگیریم یا من خود مثلا اولا سرجی ها خود جور میکردم بگیرم. سر از اینا که تیار میکردم برای مثلا یک 50 تمنی تک تمنی میدادم دیگه ها. از اون چی علاقه پیدا کردم باز رفتم پیش یک از ترکا بود، باز رفتیم بالاتر دیگه همین طرف رفتیم دیگه. به تهران تقریبا 5 سال کار کردم. خب دیگه همین اول شما میبرم پیش شاگردا خاموت مگر عزت احترام هموت عزت همه چیز بگیرم دست به سینه. بله بعضی اشخاص از مورفتگی اینا باز خیلی رنج میبرن، شاید به شما خیلی مراجعه کنن. مورفتگی خیلی میام پیش ما خدای باز من از گیاهی جور میکنم میدونم برای اینا خیلی رزیم. بله او میخواه که چیز میکنیم جوش میدیم خود 30 دانه و چند رقم دیگه ترکیب میکنیم دیگه. اونا رو باز برای دوستایی که مثلا خیلی دوست داشته باشه موهاینا خراب شده باشه با خود من استفاده میکنم. من وقتی بود که ژل استفاده میکردم به مو، وقت تافتم زیاد نبود ولی باز ژل خیلی استفاده میکردم. اولا خود مثلا میرفتم میخریدم بفهمید خود مجبور میکردم. من اول کسایی هسته که اونا رو از این کلید نجات دادم. همیشه می آمد در مثلا پیشونی خیلی چی بودن اینا رو تق می زدم همین حالی همه پس رشد کرده. باید رسیم همون شیوه کار به دست باشه رایه لرادم پیدا کنم میشه. بله ها آقای سکندر کجا شد؟ جان هستم. خدا نکنه سشوار هم بیاره بچه لازم دارم که اینا رو یک سشواری بزنم با اصلاح کنم معلوم شه جای قلم برم بده برم. ژل خیلی کم استفاده میکنم شاید بله ها بیشتر تافت میزنم مو خور واکس میزنم دوستا بعضی موین بلنده روغن میزنم
دیگه باز کسایی که موها خود بالا میزنم محفل دارم باز حالت میدم تاف میزنم. دیشب تقریبا تا ساعت 3 بجه شب همینجا مشتری داشتم. ما 3 بجه شب همینجا بودیم دیگه با برفتیم یک چند ساعت خوش شدیم پس بیامونیم دوباره. دیگه باز صبح شب 24 ساعت مگر به دکان باشیم. بتونم بزدی رفیقان اما بتونم بزدی کتا بخواه را انتیار که یک پچ سازی بکنه صورت اینا. خب برای فعلا بفهمیدیم من کار خلاص نمیکنم این سشوار را بزدم. دکتر صاحب خوبیم چیال داره؟ مشکل نداره اما بیایم شیشه نیم افیه بگم روشه بریم با خدا فدای شما بالاخره کمک هاست چیزی بود شلوغه بفهمیدیم باز بخیر روز عید بیاین که شما را متلوکس تیار کنم دیگه. خوشحال شدیم خیلی خوشحال شدیم انشالله باز بیشتر خود شما میشینیم. خب دوستان عزیز و بیننده های گرامی این بود برنامه ایرانی که خدمت شما عزیزان تهیه و تقدیم شده. امید است که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر تا روز دیگر که در حضور یک شما عزیزان قرار میگیریم شما رو به خداوند منان میسپاریم. هر روزتان عید باد.